آقای تتلو، آقای امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو، خب با خانمی که ازدواج کرده خانم غریبه‌ای نیست، از آشنایان خانوادگیشون هستش که داخل زندان یعنی خطبه عقد جاری شد و عقدشون هم محضری شد. خب حالا بحث در واقع ملاقات و اینها هم هستش. خب ملاقات حضوری دارن. من اتفاقا با آقای نقشی صحبت می‌کردم راجع به ملاقات تتلو همسرش. خب با توجه به که همسر رسمی و قانونی شه، حتی میتونه ملاقات شرعی هم داشته باشه. این نکته جالبی هم که ایشون گفتن اینکه تتلو تو این مدت چند بار با همسرش ملاقات کرده و تلفنی هم در ارتباطه، ولی هرگز درخواست ملاقات شرعی نکرده بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عقیده داشت جای زن و جای خانم توی زندان نیست که بخواد مثلا بیاد توی زندان و اینها. یعنی اون حالت اون ارقی که داشت، اون غروری که داشت و حتما قبلا هم توی جاهای دیگه هم به هر حال دیده شده بود، حاضر نشده بود که ملاقات شرعی داشته باشه با همسرش، در صورتی که همسر قانونی شه. ولی خب در ارتباط هم با هم از طریق دوستاش و از طریق کمک دوستانش این خونه هم حتی تهیه کرده و امیدواره که هر چه سریعتر بتونه آزاد بشه و برگرده زندگی عادی در کنار همسرش داشته باشه.